تا حالا شده فکری به ذهنت برسه اما مطمئن نباشی که اون فکر درسته یا غلطه؟ توی این ویدیو میخوام در رابطه با این موضوع صحبت بکنم و یه تکنیک فوق‌العاده عالی و کاربردی در رابطه با کنترل ذهن بهت یاد بدم. پس ممنون میشم که این پست رو لایک بکنی و بفرستی واسه اون دوستایی که همیشه تو تصمیم گیریاشون مرددن. رفقا سلام، ارادتمندم. برای اینکه بخوایم ذهنمون رو کنترل بکنیم و یکم بیشتر بشناسیمش باید یه بک بزنیم به گذشتمون، یعنی بریم درون خودمون یه کنکاشی بکنیم ببینیم که دقیقاً ذهن ما داره چجوری کار میکنه، چجوری برنامه ریزی شده. چون در واقع وقتی که ما میخوایم کاری رو شروع بکنیم فکری به ذهن ما میرسه که میخوایم اقدامی رو انجام بدیم که معمولاً هم در ابتدای مسیر انجام یک کار این اتفاق میفته. یه سری اطلاعاتی رو در رابطه با بحث اتفاقاتی که در گذشته افتاده واسه ما، تجربیاتی که به دست آوردیم، دیده ها و شنیده هامون از زندگی دیگران و باورهایی که در ما شکل گرفته به ما اطلاعاتی رو میده و اون اطلاعات منجر به رفتاری میشه و در نهایت هم نتیجه‌ای رو تو زندگی ما رقم میزنه. اگر نتایجی که الان تو زندگی داری نتایج خوبیه، اوکیه، دوستشون داری که خب هیچی، اما اگر احساس میکنی که نیاز داری تغییری درشون ایجاد بکنی، دیدن این پست واسط واجبه، چون خیلی خیلی نکته های مهمی رو میخوام بهت بگم. پس ما اول باید ببینیم که برنامه‌ریزی ذهن ما به چه شکلی اتفاق افتاده. اول اینکه وقتی که ما میخوایم کاری رو شروع بکنیم معمولا در ابتدای مسیر این فکر سراغ ما میاد. ببینید اگر ابتدای مسیر فکر میکنی یه کاری درسته که باید اون رو انجامش بدی، فقط 5 ثانیه فرصت داری تا اولین اقدام رو در رابطه با اون کار انجام بدی. یعنی مثلا حداقل کارش اینه که یادداشت بکنی و شروع بکنی به برنامه‌ریزی کردن راجبون، یا اینکه مثلا توی گوشیت برداری یه سرچ بکنی یه سری اطلاعات راجبش بگیری، از یه نفر سوال بکنی. کمتر از 5 ثانیه فرصت داری تا اولین اقدام رو انجام بدی، چون اول فکر کردی که اون کار خوبه. اما اگر بیشتر از 5 ثانیه طول بکشه چه اتفاقی میفته؟ ذهن شروع میکنه به بازی در آوردن. چرا؟ چون مکانیزمش این مدلیه که میخواد ما رو در حالت بقا و سکونمون حفظ بکنه و اجازه ریسک کردن رو به ما نمیده. میگه اگر الان خوبی، زنده ای، سالمی، پس چه نیازی به تغییر داری؟ چون در ابتدای مسیر این اتفاق میفته. اگر ما بتونیم همین ابتدا کاری بکنیم که رفتارش تغییر بکنه، میتونیم مسیر ذهنمون رو جهت بدیم به اون سمتی که خودمون میخوایم و از انرژیش بهره بگیریم و استفاده بکنیم. مثلا شما میخوای یه کتابی رو شروع بکنی به خوندن، یا مثلا میخوای یه بیزینسی رو شروع بکنی، یا میخوای یه تماس تلفنی یا مثلا یه گفتگویی رو شروع بکنی. در ابتدا اون کاره به نظرت خوب میاد، اما همین که 5 ثانیه میگذره و اقدامی نمی‌کنی بازیاش شروع میشه. چی میگه؟ میگه که تا حالا 100 تا کتاب خوندی، تو زندگی تغییر ایجاد شده، اتفاق مثبتی افتاده، چرا دوباره میخوای وقتت رو تلف بکنی؟ بی خیال بابا، برو تفریح بکن، برو یه فیلمی ببین، خوش بگذرون. یا مثلا میخوای بیزینسی رو شروع بکنی، میگی یادت فلانی هم این کارا رو انجام داد و در نهایت نتیجه نگرفت، کلی از هزینه و وقت و انرژیش رو صرف کرد، آخرام به هیچ جایی نرسید، چرا میخوای الکی ریسک بکنی؟ یا اینکه مثلا میخوای تماس تلفنی رو با یکی از مشتریات برقرار بکنی، بهت میگه که بابا من که این آدما رو میشناسم، مگه نمیدونی چجوری؟ الانم زنگ بهش بزنی ضایعت میکنه، جواب منفی هم بهت میده، جواب رد بهت میده، پس چرا اصلا میخوای خودت رو تغییر بکنی، کوچیک کنی؟ آدم باید تو بیزینسش غرور داشته باشه، واسه خودش لول و جایگاهی تعیین بکنه و از این جور بازی‌ها در میاره تا ریسک نکنی و اجازه نده که از اون حالت سکونت خارج بشی، یعنی تعادلت به هم نخوره. اگر زیر 5 ثانیه اقدامی کردی که خب طبیعتاً مغز تو جهت میگیره، ذهنت جهت میگیره و انرژی رو آزاد میکنه برای انجام دادن اون کار. اما اگر 5 ثانیه طول کشید و از 5 ثانیه بیشتر شد و بازی‌ها شروع شد، دیگه باید بریم سراغ تکنیک دیوی. حالا یه پرانتزی رو اینجا باز بکنم، نکته خیلی مهمه. اگر در ابتدای مسیر به نظرت اون کار خوب می اومد، یعنی همون اول گفت این کار خوبه من شروع بکنم و 5 ثانیه بیشتر طول کشید و بازی‌های ذهن شروع شد، باید از این تکنیک استفاده کنی. تکنیک چی میگه؟ تکنیک میگه که هر چیزی رو که ذهنت گفت انجام بدی یا انجام ندی، مثل تیوی دقیقاً برعکسش رو تو انجام بدی. یعنی اگه گفت انجامش بده تو انجامش نده، اگه گفت انجامش نده تو دقیقاً انجامش بده.
بده. بعد از یه مدتی چه اتفاقی میفته؟ ببین وقتی که اون فکر در ابتدا خوب بوده اما الان ذهن داره بازی در میاره، وقتی که تو این کار رو انجام میدی بهش میفهمونی، کم کم ذهنت به این درک میرسه که فرمانده کیه، کی کنترل کننده است. من دارم ذهنم رو کنترل میکنم یا ذهنه که داره من و زندگیم رو کنترل میکنه؟ باید به ذهنت این درک رو، این مفهوم رو بهش برسونی که من دارم این کارو میکنم. یعنی ما آگاهانه تصمیم میگیریم کاری رو انجام بدیم و دقیقاً این نکته خیلی مهمه، آگاهانه تصمیم میگیریم کاری رو انجام بدیم و بعد از یه مدتی این آگاهانه تصمیم گرفتن تبدیل میشه به اون باوره و یک رفتاری که نتایج خوبی رو واسه ما رقم میزنه. پس آگاهانه تصمیم گرفتم تا یک کار مثبتی رو انجام بدم و بعد از یه مدت دیگه کم کم ذهن متوجه میشه که نه، من دیگه قدرتی ندارم، کم کم زورش کم میشه، آرامتر میشه تا شما آگاهانه تصمیم متفاوتی رو بگیری، اقدام متفاوتی انجام بدی و بعد به اون شکلی که شما میخوای برنامه‌ریزی میشه. یعنی ما اول باید آگاهانه یه فکر خوب رو انتخاب بکنیم، یک رفتار خوب رو انجام بدیم تا بعد از یه مدت اون تبدیل به باور درونی ما بشه که دیگه بعدش خود ذهن شروع میکنه به انجام دادن و دیگه میتونیم از انرژیش در جهت رشد و پیشرفت و موفقیتمون استفاده بکنیم. حالا برای این که اولین اقدام رو توی تغییر پروگرام و برنامه‌ریزی ذهنت انجام بدی، توی کمتر از 5 ثانیه همین الان توی کامنت ها بنویس من فرماندم. خیلی مخلصیم.